ایران و آمریکا می روند تا به دشمنی نزدیک به 50 سالشان پایان دهند و دست دوستی در ژنو به یکدیگر دراز کنند. توافق میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده اسرائیل را نگران ساخته و مقام‌های ایرانی احتمال حمله‌های دیگرباره اسرائیل را پس از توافق به منظور برهم زدن روند مذاکرات بلند می‌بینند. پزشکیان آتش بس را گام مهم خواند و از آمادگی کشورش برای هر گونه سناریو خبر داد. سلام، به تحلیل یک با من اسماعیل صداد خوش آمدید. مهمان من عزیزالدین مارج، دیپلمات پیشین و آگاه روابط بین الملل است. آقای مارج، شما را به تحلیل یک خوش آمدید میگه. مارج صاحب، شما در برنامه‌های قبلیتان که شخص ما تعقیب کردیم گفته بودین که ایران از سوی آمریکا تارمار خواهد شد. ما کنون میبینیم که ایران با همسطح با آمریکا و در مقابلش توافقنامه بقای خود را امضا میکند. فعلا هم به موقف قبلیتان هستین یا دیدگاهتان تغییر کرده و در خصوص این توافق هم میخوایم دیدگاهتان رو داشته باشیم؟ تشکر جناب محترم. خود سلام برای شما و همکاران تکنیکی و شنوندگان برنامه تلویزیون و وزیر شما تقدیم میکنم. ببینید، مطابق گفته شما واقعا من در گپ خود استاد هستم. قرائن، حالات، راپورها، اعلانهای قبلی، صحبتهایی که در اروپا صورت گرفت، اسنادهایی که ارائه شدن، تحلیلایی که صورت گرفت از طرف کشورهای اروپایی، متحدین امریکا، همه قرائن و اثبات به این میگن که این مسائلی که فعلا نام است مسئله آتش بس و مسئله توافق یا جزئی از برنامه کلان امریکا و متحدین در آینده یعنی متحدین بعدا اگر ضرورت شد اقدام خواهد کرد. ولی غیر مستقیم همشان متفق مترادف هستند به شمول کشورهای سعودی و عربی و دیگر کشورها. اگر امریکا آتش بس اعلان کنه و توافق کنه، میگه مثلا ما در افغانستان داشته میگه یا پیر یا سای پیر. اسرائیل دوام میده. این که یک تیاره مثلا بلند میشه، یک جیت یا هواپیما میای ایران میذارن به نام اسرائیل، با 2 تا 3 تا میشه وام از اسرائیل است. اما 200 و 150 و 80 یا 60 تیاره که پایین بالا میشه هیچ کس ثبوت کنه نمیتونه که تیارات کجا میه. و این سلاح بسیار قوی مدرن و بیشمار اسرائیل از کجا میکنه. و بعدا برنامه بعدی که قبلا ترسیم شده و گفته بودن که کشورهای عربی را هم درگیر جنگ میسازه و سلاح امریکا برشان به نام فروختن میتن. این برنامه هم است. آیا یک کشتی یک چیز امریکا تغییر کرده؟ نخیر، تا دیروز هم عملات صورت میگیره. اگر ما بگویم که امریکا بازنده شد و شکست خورد، اما مثلا معامله را که میبینیم همش مربوط شرایطی که در قرارداد گذاشتن ای که با مطبوعات برآمده عقب پرده خود دیگه مسائل است که تقسیم انرژی و بقای ایران و رژیم و این مسائل است، مسئله تنگی است که باید تو استفاده کنه. اما چیزی که مطبوعات برآمده عالم به تاوان یا معامله سر ایران است، سر ملکیت ایران است، سر خانه ایران است، ذلیت ایران است. چیزی که باید ایران از او استفاده کنه حقش است. معامله صورت میگیره، کسی میگه مثلا در زمین یک کسی دیگه معامله میکنه که پالوان از ما و ای از توی کرد از ما ای کرد از تو، این معنی است که مالک خانه در ضرر تاوان است. شخص اجنبی و بیگانه چی از داره که بیا سر ذلیت معامله کنن که یک قدر مقدار برای ما پول بده و کشتی های ما قطع شود، کشتی های دیگه ایتر شود، تنگی باید باز باشه و وقتی ضرورت باشه بسته شود، اتم باید چکنی شود، کنترل نفت به دست ما باشه، ورانیم باید قدر قدی شود، انتقالش به فلانی جا صورت بگیره. این هم مسائل است که مفاد ایران اینه فعلا می بخش ادامه جنگ یک توافقنامه یک فرصت است. این را ما نمیبینیم که مثلا کدام فایده کلا باشه. بله اگه ایران گوش نکنه مثلا پزشکان عراقچی قالیباف 100% مانند خامنه‌ای و غیره کسایی کشتهشون میکششانی یا خبر داره. اما بله آقای مارج، برنامه نخست آمریکا ای بود که ایران یعنی جمهوری اسلامی از بین بره، ولی موفق به این کار نشدن. خب وقتی که در جنگ 12 روزه نشد، در جنگ 40 روزه نشد، فکر نمیکنید که آمریکا به این نتیجه رسیده که جمهوری اسلامی را نمیتونه نابود کنه؟ نه، یک خب مسئله نابودی خود کشور است که در پلان از یا نیست. نه خیر، بحث جمهوری اسلامی مطرح است. ایران هیچگاه وا نگفتن، فقط بحث نابودی جمهوری اسلامی است، ولی میبینیم که موفق نشده.
در ایران در خود جغرافی ایران هم صحبت داره. مثلا تبریز میخوان که از جدا کنن، مناطق کردنشین جدا میسازه در آینده. و همچنان اگر تصمیم امریکا بشه که بلوچستان یک کشور مستقل بسازه، شاید خاک نیمروز امام برن و سیستان و بلوچستان و زیدان از پیشان میگیرن. این وقتی که زمینش مساعد شد و ضعیف شد، این برنامه‌اش است. و یک قسمت دیگه است من فعلا فراموش کردم، ترکیه با کم سر از او کدام ادعای در بر صورت تنگی هرمز یک بندر بین‌المللی اعلام میکنن که هیچ وقت تصرف ایران نباشه. همین برنامه بعدی است که تا سال 2023 انجام خواهد شد به گناه مختلف. اما بله، پروگرام تغییر رژیم اسلامی ایران فعلا آخوندی کرد. ایران میخواد از بنده برن، ای که شاهزاده پهلوی پس میکرد دیگه و ای که باشم یک جای مخلوط میسازه، قدرت میته به سکولاریزم و روحانی نمیشانم در جای خود، مثلا در بعضی پلان‌ها یا وظایف دیگه برشان میته. بر صورت این حالت که هست 47 سال که دوام کردید نمیخواد. بله. صد ساز برای یک مسئله ای بودن، اما بانهایی که کردن که مثلا مسئله غنی سازی و uranium اتم فعلا میبینید که اون مسئله نیست. بله. مسئله حادم روچه که تنگی و مثبت باز شد و اجازه داده شد و حق ما و این مسائل خود نبود. تنگی هرمز باز بود، نرمال کشتی هم میره، حتی محصول هم نمیگرفت ایران. حالا خود 2 میلیون هزار کشتی میگیره و رونق زندگی روتین تجارتی و اقتصادی دنیا درست بود. یا آمدن جنگ کنن یا بسته کردن. این بسته شدن از خودش یک سوال برانگیزه. پس آمریکا چی به دست آورد در این میان به نظرتان آقای مارج؟ میبینن همین جنگ در ابتدا، در شروع آغاز جنگ به نفع صاحب جنگ است. صاحب جنگ که مفاد نداشته باشه جنگ نمیکنه. چی مفاد کرده آمریکا در این جنگ؟ ببینن میگن که سناتورشان 550 میلیارد آمادگی و تخصیص یعنی تاوان کرد یا مصرف کرد. 1.5 تریلیون فایده کرد. واقعیت یک دلار تیل بالا شد. شما فکر کنین 8 میلیون نفوس جهان قرار داره. حداقل 4 میلیون ماشین موتور خدا را در حالی که بیشتر داره. در خانه هر کس در اروپا برسه 3-4 موتور استاده. پس تنها مفاد اقتصادی کرده، مفاد سیاسی و نظامی نکرد آمریکا. سیاسی آمده در خود تنگی هرمز در منطقه دور از واشنگتن و از امریکا در اینجا معامله می خود مالک میشه. باعث مالک عمل میرن امرش ایران طرفین دو طرف، یعنی ذلیت شریک است، زمین شریک است، مال اردیم است، بیا که سر ترکه کردن و تقسیمش و دیگه پایش معامله کنید. این به ذات خود کلانترین برد در سطح جهان است. کلانترین ناکامی ایران در نیست. ایران بپذیرید بعداً حالا مردم میگه که والله مثلا ایران اسلامی صحبت احساساتی باید دفاعش و فلان شو امریکا کفر است و دور است و حالا فلانی جاسوس شد. این نگفا نیست. اگر ما بودیم که ایران یک کشور اسلامی است، ما هم اسلامی بودیم در 45 سال ما را چرا اشگانه و اینو آنه می سختن در پاکستان و ایران و کشور همسایه در افغانستان ما اسلام نبودیم، مسلمان نبودیم، احتیاج نبودیم، روس نبود سر ما، امریکا نبود سر ما، همه را پاکستان ما نمیذارن. ایران همه کدام دافع هوا برای ما داد. تو بدن شما مسلمان هستن پنجابی های ظالم سر شما ظلم میکنن. برعکس به خاطر مناطق از مهاجری ها استفاده کرد، از فشارهای مهاجرین و فشارهای یا استفاده کرد، مواد غیر استاندارد به افغانستان وارد آورد، در امور داخلی حتی در تعیین وزرای صلاحیت داشت. خب بر صورتی مسئله داخلی بود. مگرم عمومیات میبینه تنگی هرمز تمام نفت و تیل عربا تیر میشن. از خود مثلا عراق گرفته شهرش چی نام داره فراموشم شده میلازه نزدیک باصره چی نام داره عزیز گرفته تا خود سعودی تا کویت تا بحرین عمان همشان و به شمول ایران. این کار سادن تمام سپلای اروپا و چین یا عزیز میشدن. بله. روسیه به این خوش است که اگر مشکل پیدا شد چون نفت و تیل انرژی اول جهان روسیه داره. او میتونه قیمت خودم بالا هم برد. دیدیم در اروپا قیمت تیل روس قیمت شد. بله. این سخلین تو خود نرمال به آسیای
شرقی طرف چین و ژاپن و کشورهایی که واقعا صنعتی است از او پایپلاین ها میرن و فروخته میرن. بنابراین به ایران چی باید حتما در مقابل آمریکا اصلاح شود دفاع کنه؟ چین هم از این مسئله چین مشکل کلان باطل ایران نداره. با وجود کامل از طریق تانکرها از سیستان بلوچستان به چین میره، یعنی پاکستان را میره. بله. اما مشکلی است که او زیادتر چین از تل ونزوئلا یعنی خود تگزاس و لوزوانتای آمریکا استفاده میکرد و از روسیه استفاده میکرد. آقای مارج، بله. است که میبینیم سلاح کی استعمال شد، منابع اصلی کی خراب شد و دشمنی کلانی که با کشور عربی و ایران اتفاق افتید کی ضرر کرد ایران و برای ایران کشور شد و معامله همه سر مسائل ایران است. من یک چیز داخل اضافه کنم که این جزء تاکتیک هستند. این جنگ 12 روزه یک تاکتیک بود علیه استخباراتی کشف میکنه، مثل که جنگ که میره پیش که پیاده و یا برن یک کماندو کشفی روان میکنه، اگه سر از یک امتحان شو ببینه دشمن از کجا فایر میکنه، بعد از او با توپ و هوایی و معامله را میکنه و پیاده حرکت میکنه. آقای مارج، بله. چند روزها با این شکل بود. این تستای بود که شاید یک وقفه چند ماه صورت بگیره، برام پیش صورت جنگ توقف نمیشه. این برنامه کلان است. ترامپ چون خودش برنامه را گرفته از خانواده کلانی که برومودا و یاستن یا هم تیر خود کمی میاره اگر کوشش شود که وقتش تیر. بسیار تشکر. علامتین هم بر صورت جنگ تحمیلی است سر کل جان. این جنگ صورت میگیره و برنامه که خانواده داره کنترل ایران این صورت میگیره. آقای مارج، بسیار کوتاه در ظرف 40 ثانیه اگر جنبندی داشته باشیم که اوضاع ایران پس از توافق با آمریکا چگونه خواهد بود؟ وارد جنگ دیگه میشه دو کشور یا میتونه که دو کشور دوستی خود ادامه بتن و آغاز کنن یک دوران دوستی را؟ ایران تلاش داره به خاطر بقای خود. رژیم فعلی آخوندی تنها چند نفر نیست که در کابینه و پارلمان جمهوریت، در مجموع زیاد آخونده هستند و فشار وارد میکنه که ما در تاریخ خود شرمنده و ملامت به ملت نشیم. یک راه حل طور پیمانه امریکا اگه حمله میکنه شورای امنیت یک فیصله میگیره که به تاریخ خود نشان بده، یا مثلا پس اگر دوستی میکنه دوها و یک قرارداد امضا میکنه پس میره با مذاکره. امروز هم در G7 شده این شکلیات چیزی که مشکلات قانونی خود بده. ایران هم در این تلاش است که راه حل طور پیدا شود که بقایش و آیندهش و نسلش تاریخ قرار نشد. در غیر از او این را پذیرفته و قبول که به خود عیار کرده که ما تنگی هرمز و یاره بخش کنترلش برش میتیم، در سازمان اوپک میریم، پترودلار را قبول میکنیم، ستلمنت بانک CB سلی طرف گریت باید بتیم. این چیزها را میفهمه که اگر بخوایم نخواهیم سر ما تحمیل میشه. بسیار تشکر. این میشیم خراب میشه به خاطری کسایی که فعلا هست گفتن نکوشش یا امتنان داده و معامله صورت میگیره. بسیار تشکر. عزیزالدین مارج، دیپلمات پیشین و آگاه روابط بین الملل، از حضورتان در تحلیل یک سپاسگزاریم. و به همین ترتیب میرسیم به پایان تحلیل یک امشب ما. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.